اگر قصد نداری هیچ کاری انجام بدی و میخوای تو خونه بخوری بخوابی و چشت به جیب پدرته، پس این ویدیو رو نگاه نکن، برو ویدیو بعدی. ولی اگر دوست داری کار خودت رو انجام بدی یا حتی تعمیرکار حرفه‌ای بشی، پس این ویدیو قطعا مال تو. تا آخر این ویدیو بمون تا با هم دیگه برسیم به اون حدی که میخوام. سلام دوستان، من محمدم، اینجام سرسوه و توی این مجموعه ویدیو میخوام بهتون از 0 تا 100 تعمیرکار شدن رو بهتون آموزش بدم. پس با من همراه باشین، کانال رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنین که ویدیو خیلی خفنی میخوام بگیرم و ترفندها اینا هم که طول هفته داریم. این برنامه فقط جمعه است. جمعه یه ویدیو کامل دارم که از 0 تا 100 کارهایی که باید انجام بدین و یه تعمیرکار بشین رو بهتون آموزش بدم. پس با هم بیا. خب دوستان، الان اومدیم روی میز کار که من بهتون بگم برای شروع این کار تعمیرات از رو شروع کنیم و چه وسایلی نیاز داریم و اولویت بندیشون رو من بهتون میگم. خب نگاه کن، اول از همه باید این قطعات رو داشته باشین، بعد بیاین اینا رو تهیه کنین، اینا حتما باید تهیه کنین و اینا سطح پیشرفته است. حالا یه سری جا نیازه که بعداً باید اینا رو بگیم و اینم از همه مهمتره که میذارم آخر بهتون توضیح میدم دقیقاً چی و چی کار میکنه. نگاه کنین، اصلی ترین چیزی که توی پیچ‌گوشتی و عموددست نیاز دارین یه فازمتر کوچیک خیلی کاربردیه. اینو حتما باید داشته باشین، بعداً خودتون میفهمین چرا. یه فازمتر بزرگتر داشته باشین که بعضی پیچ‌ها بتونین با این باز کنین، خیلی کاربردیه. این پیچ‌گوشتی خیلی کارآمد کوچیکه ولی کارآمدازه. این دوتا رو 100% داشته باشین. پیچ‌گوشتی 2 سو و 4 سو ضربه خورده حتما. اینا رو حواستون باشه، از جنس خوبش حتما تهیه کنین. یه دنباریک، یه انبردست و یه سیمچین و یه کاتر، اینا جزء ضروریات ماست و کلا اینا رو باید داشته باشیم. تو هر خونه اصولا پیدا میشه. حالا میایم یه ذره ریستر میشیم واسه تعمیرات برد اینا که میخوام بهتون آموزش بدم. حتما باید هویه داشته باشین. برای تعمیر لازم خونگی هم نیازه. هویه، پایه هویه و یه نوک پاک کن. قلکش نیاز نیست اول کار داشته باشیم، ولی داشته باشین خب بهتر. اینا جنساش معمولیه، حالش 200-300 تومن فکر کنم اوکیه. یه سیم قل ژرف اگر بگیرین 100 گرمش 500,000 تومان. الان تقریبا توی این تاریخ 25 الان توی مهر ماه 1404 و اینم روغن لعیم سایز کوچیکاش هم بگیرین جواب 5 گرمیاش حالا جواب. یه دنباریک و یک کفچین کوچیک برای کار الکترونیکی. مولتی متر بگیرین، حتما مولتی متر ویکتور بگیرین. ویکتور 2090 خیلی پرکاربرد. الان مدل جدیدش فکر کنم اومده، مدل 890ش فکر کنم قشنگه بود. همکارا گفتن خیلی خوبه. مرحله بعدی که پیشرفته تر میشه اینا. یه ست پیچ‌گوشتیه که خیلی وسایل توشه، یعنی اکثر سر پیچ‌گوشتی‌ها رو حالا چی باز میشه نمیدونم. اکثر سر پیچ‌گوشتی‌ها رو داره. حالا من اینو اول کارم خریده بودم، خیلی کار من رو انداخت. یه پیچ‌گوشتی جغجغی داره، یه دونه از اینا داره که منعطفه و یه دونه از اینا داره که ثابته و اکثر سر پیچ‌گوشتی‌ها داره. حالا اگه خواستین میتونید از این حرفه‌ای‌تر هم بگیرید. اگر نیازتون شد بگیرید، تا وقتی که نیاز نشد نگیرید. از این بالایی. یه سیمچین کلاغیه یا سیم لخون کلاغی، خیلی کاربردی، هم کار جلو میندازه هم کیفیت کارتون میره بالاتر. و یه درل شارژی بعداً جلوتر نیازتون میشه. اول کار شاید نیاز نداشته باشین ولی هم تو سرعت پیچ و بستن پیچ باز کردن نیازتون، هم برای سوراخ‌کاری و کارهای دیگه درل شارژی نیازتون میشه. یه چیز معمولی هم شده باید بگیرید. و میایم سراغ لامپ تست که اصلی ترین چیز توی کار تعمیرات لوازم خونگیه و شما باید داشته باشین. چه تعمیرکار برد باشین، چه تعمیرکار لوازم خونگی. خیلی از همکاران ندارن و سر همین داستان ضرر میکنه. خیلی راحت درست کردنش و من آموزشش رو جلوتر میذارم. کانال ما رو اگر ساب کنین، زنگوله رو فعال کنین، نوتیفیکیشنش براتون میاد. چجوری کار میکنه که به برق وصل میشه، یه لامپ سراشو دو طرفش سوسماری میزنیم به این راحتی. این زمانی که یه چیزی میخوایم تست بگیریم اگر اتصالی داشته باشه، قبل از اینکه فیوز ما بریا اینجا جرقه بزنه منفجر بشه، این لامپ روشن میشه، میگه آقا اتصالی تو مدار، یه مشکل تو مدار هستش. پس دیگه متوجه میشیم که این خطا رو نکنیم که مستقیم بزنیم توی برق. الان من خودم یه نمونه حرفه‌ای‌ترش واسه خودم درست کردم، روی این میز کارم دارم. یکی حرفه‌ای‌تر باز روی اون میز کارم دارم که واسه شبیه سازی برده، که اینا رو بعداً جلوتر بهتون آموزش میدم چیکار کنم. حالا اگر از این مدل ویدیو خوشتون میاد، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنید، لایک هم که یادتون نره. توی کامنت ها به هم بگین اول از همه لامپ تست رو براتون بذارم ساختش چجوریه، یا اول از همه آموزش مولتی متر رو بهتون بدم، چون دو تا از واجب ترین چیزا توی کار تعمیرات اینه که کار با اینو بلد باشی و درست کردن اینم که از نون شب هم واجب تره براتون. پس تا ویدیوی بعدی که میشه جمعه هفته بعد منتظر شما هستیم.
بچرخد.